مؤسسه دولتی کالج طبی ناحیه رشت اساساً با مقصد تربیت کادرهای میانه طبی برای مؤسسه‌های تندرستی از حساب ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه‌های منطقه رشت و سنگوار و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری بنیاد شده است. در کالج طبی طریق بودجوی و شرطنامه‌ای از روی اختصاص کاری همشیرگی و مامودویگی کادرهای ساحه طبی تیار کرده می شود. مهلت تحصیل بعد ختم صنف 9 از روی اختصاص کاری همشیرگی 4 سال برای ختم کنندگان صنف 11 3 سال پیش بینی شده است. تنها سال گذشته این مکان کسب آموزی را 204 نفر دانشجو از روی کاری همشیرگی ختم کرده در مؤسسه‌های تندرستی ناحیه‌های کوهستان به کار جلب گردیدند. در سال تحصیلی 2021-22 در کالج طبی ناحیه رشت 824 نفر دانشجویان تحصیل میکنند از روی اختصاص‌های کاری مامودیگی و اختصاصی کاری همشیرگی. در کالج طبی ناحیه رشت برای تعلیم تربیه دانشجویان تمام شرایط‌ها مهیا میباشد. صنف‌های زمانوی با تمام تجهیزات مجهز بوده آموزگاران فن‌های تخصصی و گمانتری به پورگی میرسند. در نزد کالج طبی ناحیه رشت خوابگاه موجود است که در آن از تمام منطقه‌های جمهوری دانشجویانی که در ما تحصیل میکنند و خوابگاه فرا گرفته شده‌اند. در کالج طبی برای پیشرفت تعلیم و تربیت دانشجویان و از بر کردن نزدیکی‌های کسب طبیبی همه شرایط‌های ضروری مهیا میباشد. بینای سه آشیانه تعلیمی، کابینت‌های فنی، صنفخانه‌های کامپیوتری برای آموزش زبان‌های خارجی، تالار مجلسگاه، تالار کتابخوانی و کتابخانه زمانوی دارای 8000 ادبیات بدیعی و تخصصی، آشخانه و دیگر شرایط‌های معاصر امکان می‌دهد تا دانشجویان نزدیکی‌های کسب پیشه کردهشان را به پورگی از بر نمایند. خوابگاهی سه آشیانه کالج طبی برای 140 نفر دانشجو که از دیگر منطقه‌های جمهوری تحصیل دارند پیش بینی شده سیستم گرمدهی طریق شبکه الهیده با گرمی تامین کرده می شود که در این مکان برای زیست و آموزش دیگر کسب‌ها تمام شرایط‌های زمانوی مهیا می باشد. من اصلا در ناحیه دنقره زندگی میکنم، اما با همین طریق مرکز ملی تستی من به ناحیه رشت داخل شدم. در اینجا آموزگاران ما خیلی خوب به ما درس میدهند. من میانداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما چنین یک شرایط‌های خوب را مهیا نمودند. ما در برابر آموختن فن کار همشیرگی باز به هنرهای مشغول میشویم که در آینده به ما در کار میباشند. ما در خوابگاه کالج طبی یک چند ماشینه ها به ما مهیا کردن که ما در وقتهای خودگی در اینجا به دوختن لباس ها مشغول شویم. در مجموع 824 نفر دانشجو از روی دو اختصاص عبارت از 53 گروه که 485 نفرش را دختران و 339 نفرشان را پسران تشکیل می‌دهد در کالج طبی ناحیه رشت تحصیل داشته کادرهای میانه طبی بعدی صاحب کسب شدن از روی طلبات مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌ها با جای کاری دائمی تامین کرده می‌شوند تا به این وسیله سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی دهات باز هم در سطح ضروری به راه مانده شود.